تمام، دوام میدیم. خواهران عزیز، امروز یکی از نشانه های دیگری روز قیامت که درباره آن پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما خبر دادند، زیاد شدن زمین لرزه و این چونین زیاد شدن تبدیل یافتن انسان ها به حیوان ها. خواهران عزیز، کلمه مسخ در حدیث آمدگی هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن یکون فی آخر هذه الامه خسف و مسخ و قذف، یعنی در آخر زمان در این امت خسف و مسخ و قذف زیاد می شود. خسف همان در کشیدن زمین که به سبب اساساً زمین لرزه می شود و قذف کوچیدن بالایش و مسخ تبدیل یافتن. درباره زمین لرزه پیشتر هم گفته گذشته بودیم که از نشانه های قیامت این است که زمین زیادتر می لرزد یا زمین جنبی زیاد می شود که هر سال ما شاهد هستیم به این چیز. و اینجا دقت من و شما رو چیزی که به خود جلب می کند درباره مسخ است. خواهران عزیز، پروردگار در قرآن درباره ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين گفته درباره یهودها به ما خبر میدهد که وقتی قوم یهود از سخن پیامبرشان سرپیچی کردند، پروردگار بالای آنها عذاب خیلی دهشتناک آورد. آن هم تبدیل شدنی آنها به خوک و به میمون، یعنی خداوند آنها رو به سبب گناه آشکارشان به میمون تبدیل داد و این چونین به خوک تبدیل داد. و در اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن در این امت هم همون گونه تبدیل شدن واقع می شود. و پناه به الله، بعضی علما میگن که در حقیقت بعضی از این امت هم به سبب گناهایشان به حیوان تبدیل می شوند. ولیکن بعضی از علما میگن تبدیل شدن به حیوان به معنای اخلاقاً تبدیل شدن، قلب‌های مثل قلبی حیوان داشتن، اخلاق یا گفتیم رفتار و خاراکتر مانند رفتار حیوان داشتن هست. یعنی اینقدر. و در دوامش میگن به سبب گناه، به سبب سرپیچی انسان‌های پیدا میشوند. انسان‌های رو شما میبینید که از حیوان فرق ندارند و من و شما به الله قسم این گونه انسان‌ها رو الان شاهد هستیم. سبحان الله، انسان‌هایی که عموما از وحشی هم بدتر هستند، از حیوانی وحشی هم بدتر هستند در مراسو کردن، در صحبت کردن، در بیرحمی، در خوراک خوردن. پروردگار آنها رو به سبب گناهایشان به این حالت گرفتار کرد یا خود آنها همین راه را برای خود انتخاب کردند. و پناه به الله از این که یک انسانی که قدر او بالای تمام مخلوقات است در این روی زمین خود را به حیوان مانند کند و انسانی که اخلاقاً و رفتاراً به حیوان مانند شود. یعنی چی میگوین؟ بعضی از علما میگوین در حقیقت به حیوان تبدیل شدن رو میبینید. بعضی از علما میگوین اینجا به معنای معنوی آمده است که انسان ها در اخلاق و در آداب مثل حیوان میشوند. و بعضی رو میبینه در حقیقت بجز اینکه چگونه که حیوان فقط فکرش خوردن است، خواب رفتن است، آره، و یگان مهمیت ندارد. همین گونه انسان های هستند که اساسی کاری و ایها هدف آنها فقط خوردن و لذت بردن و زندگی کردن است و یاکلون و یتمتعون کما یاکل الانعام. میگوید الله میخورند و فقط لذت میبرند مثل حیوان ها. اما دنیا برای مسلمان، خواهران عزیز، دنیا برای مؤمن جای راحت و فقط خوردن و پوشیدن و خواب رفتن نیست. در این دنیا خیلی و خیلی مشقت میکشی. بعد از این راحتی آن را در جنت که دیگر دارالقرار هست، جنتی که ادخلوها بسلام آمنین میگوید فرشته ها، در آنجا همه راحت ها رو میبینید. دنیا رو برای خود جای راحت و استراحت و چقدر خواهم خواب میکنم، چی خواهم میخورم و میپوشم و میگویم نباید مومن قرار دهد. برای مومن دنیا پروردگار میگوید و سارعوا الی مغفرة من ربکم، شتاب کنید. مومن در این دنیا همیشه در شتاب است، همیشه در دعوا هست، همیشه در
فکری آن است که چیکار نکردم که امروز کنم، چیکار باید کنم. همیشه قرار دارد، همیشه هدف دارد، همیشه از پی نقشه هایی که او را به آن وطن دائمی در آن راحت بوده، وطنی که آنجا پیامبرش انتظار است، وطنی که در آنجا پروردگار او را هر روز ملاقات میکند، برای آن باید آماده شود. نگذاریم که دنیای ما، دنیای چند روزه ما مثل حیوان سپری شود و پس از مرگ بگوییم که پروردگارا مرا بازگردان تا که من عملهای صالح انجام دهم. این یکی از نشانه هایش بود. نشانه های دیگرش خواهران عزیز ذهاب الصالحین، رفتن انسان های صالح هست. گویا که در آخر زمان زندگی میکنیم، چقدر انسان های صالح کم هستند و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند روز قیامت برپا نمی شود تا اینکه در روی زمین فقط انسان‌های بد بمانند، انسان‌هایی که آنها مانند خس هستند، یعنی خیلی پوچ بی‌معنی هستند، نه آنها معروف را می‌دانند نه منکر را می‌دانند. بدیش در این است که در دوام حدیث آمده است که مردم آنها را برای خود سردار می‌گیرند، مردم آنها را برای خود پیشوا می‌گیرند و زمانی می‌شود که گویا که انسان ها غربال کرده می شوند. چگونه که آرد را ما از ایلک می گذرانیم، ایلک کرده می شوند یا غربال کرده می شوند و همه انسان های صالح افتیده می روند. فقط حسالتون می ماند. حساله یعنی همون پوستی گندمک یا ما میگیم سبوسه که در بالایش میماند، هیچ قدری نمیماند. همان گونه انسان ها میمانند، نه آنها نه عهد و پیمان را دانند نه امانت را دانند و آنها در روی زمین اگر این گونه انسان ها بماند، بدانید که چگونه فساد می شود. و خواهران عزیز، یعنی در همین حیاتی که من و شما الان زندگی داریم، در اطرافمان، در نزدیکانمان، چقدر انسان‌های صالح کم هستند. به نزدیکی بود یکی از علمای خیلی مشهورم گفته میتوانم فقط نامشان را اینجا نمیبرم تا که ریا نشود که ما در تواصل در صحبت هستیم. نوشتن که خواهر من در یک حالتی بی‌زیب قرار دارم، برای من دعا کنید که شاید زندان شوم. گفتم پروردگارا در روی زمین فقط یک دو سه انسان‌های صالح ماند، نگذار که اینها هم پشت پنجره رود، نگذار که این انسان‌های صالح هم الان زیر آن تازیانه و پشت آن پنجره شود. و امروز میبینید که چقدر انسان‌های صالح در حقیقت کم هستند. یک انسان صالح رو که آزاد در دینش باشد، یک انسان صالح رو اصلا تقریبا پیدا نمیکنه که او هم مثل انسان‌های دیگر زندگی کند. گویا که دنیا فقط به دست فاسقا افتیده باشد، ولی به این باید راضی شد که همین گونه هست رفت دنیا و همین گونه است قانون پروردگار و آخر زمان همین گونه است و پیامبر صلی الله علیه و سلم از این خبر دادند و در دوامش میگویند ارتفاع الاسافل، یعنی بالا شدن انسان‌های اسفل، پایان. چگونه که در حدیث دیگر آمده است که روز قیامت را زمان شما انتظار شوید، وقتی که کارهای مهم، کارهایی که بالای آن یک انسان تقوادار صالح باشد، یک انسان بیسوادی پوچ خرمغز می ایستد. و در حدیث دیگر میگویند حالی برای شما سالهای می آید، سالهای پر از فریب که در آن دروغگویان را راستگو میگویند، راستگویان را دروغگو میگویند، خائنان را امین میشمارند، امینان را تو خائنی میگویند و میبینی که ینطق فیها رویبده، رویبیزه ها به سخن می درآیند. رویبیزه کی هست؟ پیامبر الله. از سفیه، یک انسان بی عقل، یک انسان بی سواد، یتکلم فی امر العامه، درباره کارهای مهم بزرگ صحبت میکند. و امروز آن روز آمدگی است خواهران عزیز، همان روزی که میبینید در کرسی ها، در کجا هم نباشد، فقط در کشور من و شما نه، در حتی کشورهای مسلمان هم تقریبا پیدا نمیکنی که در یک کاری که اون یک مهمیت بزرگ دارد، در یک کرسی که زیر اون هزار و میلیون ها حجت میگذرد، یک انسان صالح باشد. تقریبا تمام کرسی ها فقط در کشور ما نه،
در اکثریت کشورهای مسلمان هم میبینی که صاحب کرسی ها یک انسان های توفیق گفته پیامبر سفیه بی عقل هستند، نه رحم دارن، نه مرحمت دارن، نه از روی انصاف بگذارید شریعت را، نه از روی انصاف حکم میکنند. برای همین حال ما مسلمان ها به این احوال رسیده است. سبحان الله، وقتی که اول شریعت بود، هر یک قاضی که هر یک سوده که یا گفتیم هر یک انسان عملداره که حکم میکرد بالای مردم، یکم از کتاب الله حکم میکرد، به حدیث پیامبر برمیگشت، او بالای کسی برتری نداشت. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن بدترین عذاب آنهایی که در روی دنیا از روی ناعدلی قضاوت میکنند. و اینجا وقت پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن زمان می آید که احمق و بی عقل ها در مقام های، در جایهای کار میکنند که آنجا اصلا جای آنها نیست. پس شما انتظار روز قیامت شوید. الان همون روز آمده است سبحان الله که چه خیلی گفتم نمیدونم با هزار و یک راه به کدام کارخانه، به کدام جای، حتی مدیر یا گفتیم رکتور دانشگاه های اسلامی رو هم میبینی که یک انسان توفیق هست، یک انسانی حجتش او رو به اینجا رسانیده است. و خیلی علی طنطاوی در کتابشان یک جمله عجیب میگویند با حجت های قلبکی تو میتوانی صاحب منصب شوی، با حجت های قلبکی تو میتوانی به خود کرسی بگیری، اما بدانید که مردم هیچ جاهل را برای خود عالم نمیگیرند، مردم هیچ ظالم را برای خود پیشوا نمیگیرند، مردم برای خود کسی را امام یا گفتیم کسی را در قلب خود جای میدهند که او در حقیقت انسانیت دارد، ارزنده امام بودن است. مردم کسی را برای خود عالم میگیرند که او در حقیقت از علمای ربانی هست. با حجت قلب مردم را خریده نمی شود، با حجت می شود فقط کرسی ها را خرید، اون هم با حجت های قلبکی. و وقت پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند وقتی انسان های توفیق یا گفتیم انسان های پوچ بی معنی بالای سر مردم رعیت میکند، بالای سر مردم سرداری میکند، انا آن روز شما انتظار قیامت باشید که پروردگار ما در یک عصر زندگی داریم که گویا قیامت فردا برپا می شده باشد. در حدیث دیگر میگویند خوشبختترین انسان ها یک احمق پسر احمق می شود. در شرح حدیث آمده است که اینجا خوشبختترین به معنای آن است که حدیث در مسند امام احمد است، یک انسان های احمق که خودش هم احمق است، بی عقل است، نه از کتاب و نه از خواندن و از سواد خبر دارد و پدرش هم عیناً همین گونه بود. میبینی که او از تمام لذت های دنیا بهره برده ایستاده است و اهل علم و اهل قلم را میبینی که در کنج غریب هستند. این نشانه قیامت است، ولی به این باید مؤمن صبر کند و به این باید مؤمن یقین بداند که دنیا جای راحت مؤمن نیست. خیلی گفتم برای مؤمن دنیا فقط تشویش و فقط دوادوی هست. آن جنت که انتظار است مؤمن را و آن جنت است که در آنجا این گونه انسان های بی عقل و توفیقی از خدا نمی ترسیده جای آنها نخواهد شد. حدیث دیگر ببخشید نشانه دیگر خواهران عزیز ظهور کاسیات العاریات، یعنی از حد زیاد شدن زنهای پوشیده کشاده. درباره این من در یکی از صحبت‌هایم پیشتر گفته بودم، ولی چون موضوع خیلی موضوع مهم است باز یک بار دیگر تکرار میکنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم به ابی و امی میگویند در آخر زمان مردهای از امت من، یعنی مردهای مسلمان سوار می شوند به سروج، یعنی سروج خیلی مرکبهای بالا، مرکب همون سوار می شده چیزها که امروز می توانیم ماشین های قیمت گوییم و در پیش حیوان هایی که بالای آن خیلی لطه های قیمت می موندن، یا گفتیم سرج گفته در تاجیکی چی میگویند در یاد من نیست، یعنی زینش را یا بالایش را زیبا میکنن حیوان را. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن این مردها از همون مرکب های زیبای خود نزدی درهای مسجد میفرویند، زنهایشان باشد کاسیاتون آریات هستند،
یعنی زنهایی که لباس دارن اما اینقدر لباس تنوک است یا اینقدر لباس های تنگ است که گمان میکنی اصلا لباس ندارن. علی رؤوسهم که اسنیمت البخت العجف، و بالای سر آنها عیناً پشتی مثل پشت شتر برآورده شده است. العنهن فانهن ملعونات. پیامبر میگن لعنت کنید این گونه زنها رو، زنهایی که گویا که سطر دارن، گویا که با لباس خود را پوشیدن اما اینقدر لباس های تنوک است که به لباس باشن هم فرق نمی کند، یا اینقدر لباس های تنگ است که تمام اعضای بدن آنها نمایان است و این چونین اینقدر خود را آرا داده به بیرون میبرایند که خیلی اگرچه مویهایشان پنهان است، بالای سر بلند بلند، چگونه که امروز بعضی از نمودی از تای رومال می پوشیده بانی ها هست، یا بعضی از نمودی به موی سر گرانک ها هست که خیلی موی رو کلانشان می دهد، این گونه هستند. پیامبر میگن اینها رو لعنت کنید که اینها لعنت شده هستند. و پیامبر میگوین اگر بعد از شما امتی دیگر می آمد این زنهایتان خادم آنها می شد، یعنی به سبب گناهایشان پروردگار به این گونه زنها چنان خواری و زاری نصیب میکرد، چنان خواری و پستی نصیب میکرد که حتی خادم کافران میشدن. و سبحان الله وقتی امروز در صحبتت میگویی برای کافر خدمت گذاری کاری پست است، زنها فریاد میکنن که ما کاری پس نداریم، کاری ما کاری به عزت است. سبحان الله، این سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم، حدیث در مسند امام احمد است که میگویند اینقدر بالای این زنها خواری می آمد که حتی اینها خادم کافران یا گفتیم امت غیر مسلمان ها می شدن. چگونه که نصرانی و یهود وقتی که مسلمان ها عزت یافتند در دست آنها خدمت می کردن. و اینجا در حدیث دیگر هم آمده است که پیامبر میگن من این دو گروه را ندیدم که یک گروه همان مردهایی هستند که با چوب دست ها مردم را میزنند، از همان میلیسه های ظالم که پروردگار دستهایشان را بشکند وقتی از روی ناحق بالای کسی دست میبردارند. دویم گروه همون نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنمة البخت المائله، زنهایی که پوشیدند و کشادند. یعنی خیلی گفتم این یک لباسی هست که گویا که لباس ندارد و این چونین آنها با آن لباس خود فقط میخواهند دقت دیگران را جلب کنند، چی زن و چی مرد لباس میپوشند برای نه اینکه پوشیده شوم، نه برای اینکه دقت دیگرها را جلب کنم، و بالای سر خود مویهای خود را یعنی عادی هم روی مال نمیپوشند، غیری یعنی دیگر کنان شکلی سری خود را یا خیلی فسان شوم گویان یک کله دیگر بالای کله خود می سازند. پیامبر می گویند اینها حتی لا یدخلن الجنة و لا یجدن ریحها، نه داخل جنت می شوند نه و بوی جنت را می بینند، و این ریحها لا یوجد من مسیرة کذا و کذا، خیلی از مسافه های دور به مشام آنها آن بوی می رسد. و به این چیز باید خیلی دقت داد. نه همه سطر اسلامی است، نه همه حجاب اسلامی است. امروز یعنی می بینی که عروسه که سطر دارد با فتحهای خیلی تنگ دارد با شوهر خود می رقصد، این سطر ندارد، این خود را همین گونه آراسته است. یعنی باید سطر اسلامی را از ماده یا سطری قلبکی یا به گفتی عرب ها مزوری ساخته باید بشناسیم. اینجا سطرهایی هست که مخصوص به خاطر الله پوشیدن، لباس های خاکسارانه بدون زیب و زینت، بدون ریا و خودنمایی. سطرهایی هم هست که مقصد فقط از آن خودنمایی هست، سطرهایی هست که فقط مقصد از آن تجارت و سودا هست، سطرهایی هست که از آن فقط مقصد خود را باز زیباتر نشان دادن است. چگونه که هزار یک بلاگرهای زن امروز برآمدن، دیروز به سطر امروز با سطر و بعد از سطر یک بار به تجارت شروع میکنن. سطرهای انسانهای ساختکار را از سطرهای انسانهای خالص باید بشناسیم و گروهی هستند که مخصوص چه خیلی که پیامبر گفتن سطر آنها را به دوزخ میبرد به خاطر آنکه آن سطر اسلامی نیست، آن گویا که هست و نیست، خیلی تنگ است، خیلی فسان است، خیلی تنوک است. طرزی هست که میگوید کاش به جای این یک کرته عادی میپوشید و اینقدر این گونه لباس محکم نمیپوشید که ماده های
سطری یا گفتیم لباس هایی که گویا که اسلامی هستند و خیلی خیل به خیل برآمده ایستادن، آنها هم کم نیستند. خیلی باید در این مسئله احتیاط شد، مبادا خود را با همان سطر خود داخل دوزخ نسازه. یکی از نشانه های دیگر خواهران عزیز، صدق و رؤیا المؤمن، راست آمدن خوابهای مسلمان است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اذا اقترب الزمان لم تکد رؤیا المسلم تکذب و اصدقكم رؤیا اصدقكم حدیثا و رؤیا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة. وقتی روز قیامت نزدیک می شود تقریبا خواب مسلمان دروغ نمی براید. یعنی خوابهای مسلمان، چیزی که خواب دید حقیقت می یابد، راستیش را می بیند و راستگوترین شما خوابش راستتر است. یعنی اونی که از شما سخنش راست است خوابهایش هم راست می آیند. و خواب مسلمان یک جزء از 45 جزء پیامبری هست. یعنی قسمی از پیامبری. در پیامبرها اگر 45 خصلت باشد، 45 از آن یک خصلتش این بود که خوابهایشان راست می برآمد و همین خصلت در بعضی از مؤمنان علل خصوص در آخر زمان هویدا می شود یا نمایان می شود. یعنی خوابهای راست مسلمان ها که می گویند من خواب دیدم و عیناً مثل سپیده صبح آن خوابم رو حقیقتش رو دیدم، این هم چی است؟ از نشانه های قیامت است. مؤمنان در همه زمان می توانند خواب راست ببینند. چه خیلی که پیامبر گفتن اصدقکم حدیثا اصدقکم رؤیا، کدام شما راستگوتر باشد خوابتان هم راستتر است. ولی در نزدیکی قیامت از اون که مؤمنان هم چه خیلی گفتیم کم میمانند و فاسقان زیاد می شود، تقریبا خوابها همش راست می شود. اما درباره خواب خواهران عزیز چگونه که میدانید، خواب یک مسئله هست که یگان طبیب تا امروز کلا همین چیز رو کشف نکرده است که چگونه انسان خواب میبیند. فقط پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما میگویند خواب سه نمود است. خوابی که از طرف الله هست، خوابهای راست پر از بشارت. خوابی که از طرف نفست است، یعنی از طرف خودت که چیزهایی که زیاد فکر کردی در خوابت میبینی. و خوابی که از طرف شیطان است که در شب به تو حمله میکند، به تو هجوم میکند. خوابهایی که تو دیدی و پر از بشارت است، از آن خوابت خوشحال شده بیدار شدی، به یگان انسانی که دوست می‌داری به او بگو و تعبیر کند هم باقی ندارد. و خوابهایی که تو درباره چیز زیاد فکر کردی به خوابت هم در آمد، اصلا پروا نکن، این یک خواب خیالی هست. اما خوابی که از طرف شیطان است و این مخصوص برای ترساندن تو می آید. انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاء، میگوید الله ولا تخافوهم و خافونی، از اون نترسید، از من بترسید. این شیطان است و اولیای شیطانن که شما رو خیلی میترسانند. خواهران عزیز، امروز یک مشکلی است، یا امروز نه، از دیروز هم این مشکلی رو داشته. آنهایی که خوابهای خوب میبینند آرام هستند، به کسی تقریبا چیزی نمیگویند. برعکس آنهایی که خواب بد دیدن از این سو به آن سو از پی تعبیر میشوند. اما این خلاف شریعت است. خواب بد دیده نباید به کسی بگوید، به هیچ کس، به هیچ کس نباید خواب بد خود را بگوید. پیامبر میگن از خواب بد خستید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگوید خدایا من به تو از بدی این خواب پناه میبرم. به طرف چپ خود 3 بار صف بکنید. و در حدیث مسلم آمده است که 2 رکعت خسته نماز خوانید که خدایا بدی این خواب را از من بر، دیگر پروای اون خواب را نکنید. اگر خواب بد دیدید و خیلی زیاد در بالش فکر کردید، بدونید که شیطان از طرف خواب به شما هجوم کرد و شیطان در اینجا پیروز شد و شما باختید، برای اینکه همیشه از پی اون خوابید. و خوابهای بد رو تقریبا تعبیر هم نباید کرد. خوابهایی که پر از مژده هست آن را باید تعبیر کرد. و چیزهای زیادی هست، نماز و قرآن و مسجد و مثلا حیوانهایی که گوشتشان حلال است مانند ماهی و آسمان و ستاره و اینها همش خوابهای خوب با برکت هستند. اما خواب دیدید که دندانتان شکسته است، خواب دیدید که پر از خون هستید، خواب دیدید که مادر بیمار دادید، خواب دیدید که شوهرتان بیمار است یا زن طلاق داد یا زن گرفت یا چیزی دیگر، خوابهایی است که شیطان این گونه شما رو میخواهد بترساند، به آن اصلا اهمیت ندهید. و
تعبیر خوب، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم بعضی خوب ها رو تعبیر میکردن و به ما راه نمودن که خوب بد رو به کسی نگو، از خوب های بد نباید به کسی خبر دیم. آره بعضی میشود که خوب های بد میبینیم، در حقیقت یک مصیبت سر ما می آید، اما از مصیبت جای گریز نیست. چگونه که مثلا حضرت عثمان در خوابشان میبینند، یا ببخشید حضرت عمر در خوابشان میبینند که خروس نول زده است و میگویند آن نول زدن خروس یعنی کرد خوردن من یا ضربه خوردن من است میگویند. و یا مثلا از مرگ خود حضرت عثمان هم با خبر میشوند که میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم به من گفتند که امروز خوراک نخور، با ما افطار میکنی. گفتند روزدار که بودن، شهید الله. بعضی خوب ها که تعبیری خوب نداشته باشد هم حقیقی مییابد، ولی به این چیز خیلی داده شده من خوب دیدم. گویم بعضی ها تمام حیاتشون با خوب است، از بیداری چیزی ندارن، فقط از خوب میگویند. من و شما در بیداری عمل میکنیم و اونایی که خوب است در خوب چی گفتی و چی کردی یگان تای اون در نامه اعمال تو ثبت نمیشود، اما اون چیزی که در بیداری کردیم انا اینها همه اینها در نامه اعمال ما ثبت میشود و باید از پی بیداری ها بود. یعنی اینقدر بنده خوب و فکر کننده درباره خوب ها نباید شد. این درباره خوب ها بود. و یکی از نشانه های دیگری روز قیامت را پیامبر صلی الله علیه و سلم شهادتی بر دروغ میگویند، یا گفتیم تهمت کردن میگویند، که الله نصیب کرده باشد درباره تهمت کردن درس دیگر من همراهتان صحبت میکنم.